تو بخیر و سلامت باشی ارباب کماندو. اگر این نظام ما فاسد نباشد، اگر این شخصی جبر نباشد، اگر این جبه مقامات ملی را غصب نکرده باشند، این 4 نفر 5 نفر 6 نفر مافیا، یکیش ریشش تا سر نافش فلسفه‌گوی رئیس علمای جبهه مقاومت و یک چند اون دیگه گروه مختلف خاص خانهشون که $1 است که امروزه روز او مردم و او مبارزین او مقاومتگری که شهید شد آن از و شکش نان میافد، او یک گرمی و سردی را کشید فرار شد در ایران است. بخشی اینا هیچ برنامه نیست، فقط برنامه نیست. فقط من نگفته بودم در وایسای سابقه جبه مربوط شخص میشه، فقط امیریک، خالدک، اسیبک، وزیرک که مولوی از سامودین دیگه تو هیچ کسی در هیچ سهم ندارد. اگر در مشهد است با یک چند تا دیگه برگ فروش، یکی از 12 ساله بچه سرکانه هر باز مسئول دفتر است، یکی از به اجازه نماینده و اجازه دفتر است، یکی از نفر ارتباطی است. بانشون خیر ببینن، خوشا به حالشان، قدی کارشان. هر آن کسی که در جبهه می رود روح شاد یادش گرامی باد. دیگه از این به اوسو گفتنی نداریم. همه قدر تاکید ما دم دو ولزولی که ما از خورد تا کلانش و اجازه تماس دارم که امیدواریا سرش میرد و اونام ولگوی ما هستن طی 14 سالی که ما در نظام بودیم. دیگه شما بخیر سلامت و ما قدی همهشون با تماس شدیم که برادرای به نهایت عزیز، مبارزین واقعی، مردم شهید پرور داره که 174 نفر شهید داده، خونشون نادیده نگیرید. حالا دیگه فریب خالدک و فریب دیگه و دیگه نخوره که دکو برام. او دکو برام درست از بوجیه $1 دوجه رسون نشون.